کتاب یک اتفاق مسخره، نویسنده فئودور داستایوفسکی، تدوین و موسیقی عارف پورمنوچهری، با صدای محمد طاها جمشیدزئی، گروه هنری طوفان. قسمت 4. آکیم پتروویچ با احترام بطری شامپاین را در دست گرفته بود و می‌خواست گیلاس عالی جناب را پر کند. اجازه می‌دهید عالی جناب؟ من راستش مطمئن نیستم. اما آکیم پتروویچ با چهره‌ای که تکریم و احترام از آن می‌بارید گیلاس او را پر کرد. بعد زیر جلکی و دزدانه خودش را جمع کرد و لرزان، محتاط و دور از چشم دیگران برای خودش هم گیلاسی ریخت. با این فرق که به اندازه 1 انگشت سر گیلاس خودش را خالی گذاشت تا به نظر محترمانه تر برسد. مثل زنی بود در آستانه زایمان که مجبور است دست به سینه کنار مافوقش بنشیند. واقعاً درباره چه چیزی باید حرف می زدند؟ به هر حال او وظیفه داشت عالی جناب را سرگرم کند، زیرا او افتخار یافته بود در محضر عالی جناب باشد. شامپاین این معضل را حل می کرد. البته عالی جناب هم خوشحال می شد که او جامش را پر کند. نه به خاطر خود شامپاین که بسیار گرم و مزخرف بود، بلکه صرفاً به دلیلی اخلاقی. ایوان ایلیچ فکر کرد پیرمرد دلش می‌خواهد بنوشد، اما بدون من جرأت نمی‌کند. پس نباید دستارت به سینه‌اش بزنم. تازه مسخره است که این بطری همینطور بی مصرف بین ما افتاده باشد. او جرعه می نوشید و این به هر حال بهتر از آن بود که بیکار آنجا بنشیند. ایوان ایلیچ شروع کرد به حرف زدن، همانطور شمرده و با همان تأکید روی هجاها. من به اصطلاح کاملا تصادفی اینجا هستم و کاملا طبیعی است که دیگران حضور مرا و مسلما شاید در چنین ضیافتی به اصطلاح ناپسند بدانند. آکیم پتروویچ سکوت کرده بود و مرعوب و کنجکاو گوش میداد. اما من امیدوارم شما یکی درک کنید که چرا اینجا هستم. معلوم است که برای نوشیدن شراب نیامدم. آکیم پتروویچ خواست به پیروی از عالی جناب بخندد، اما یک باره منصرف شد و باز هم هیچ جواب تسلی بخشی نداد. من اینجا هستم که به اصطلاح به مردم روحیه بدهم، که به اصطلاح هدف به اصطلاح اخلاقی ام را نشان بدهم. ایوان ایلیچ اینها را می گفت و در عین حال از بلاهت آکیم پتروویچ هم به سطوح آمده بود. اما ناگهان خودش هم سکوت کرد. می دید که آکیم پتروویچ بیچاره حتی نگاهش را به زیر انداخته است. انگار مرتکب گناهی شده باشد. ژنرال با پریشان حالی جرعه‌ای دیگر از گیلاسش نوشید و آکیم پتروویچ که انگار تنها راه نجات را در همین میدید، بطری را برداشت و دوباره جام را پر کرد. ایوان ایلیچ نگاه تندی به آکیم پتروویچ بیچاره انداخت و با خودش فکر کرد تو هم ظاهراً چیزی از حرفایم دستگیرت نمی شود. آکیم پتروویچ که سنگینی نگاه خشمگین و تند ژنرال را بر خود احساس می کرد، تصمیم گرفت دیگر لام تا کام حرف نزند و سرش را هم بلند نکند. آنها چند دقیقه‌ای در سکوت روبروی هم نشستند. دقایقی سخت محنتبار برای آکیم پتروویچ. و حالا چند کلمه‌ای هم درباره آکیم پتروویچ. او آدمی بود رام و مطیع، مثل یک مرغ، با خصلت‌ها و عادات نسل گذشته.
تملق و چاپلوسی در وجودش ریشه دوانده بود و با این حال آدمی بود مهربان و حتی نجیب. از روزهای پتربورگ بود، یعنی هم پدر و هم پدر بزرگش همینجا در پتربورگ به دنیا آمده، بزرگ شده و خدمت کرده بودند و حتی یک بار هم پایشان را از پتربورگ بیرون نگذاشته بودند. اینها گونه‌ای بسیار خاص از مردمان روسیه اند. تقریباً کوچکترین شناختی از این سرزمین ندارند و البته ککشان هم بابت این موضوع نمی‌گزد. فکر و ذکرشان پتربورگ است و خاصه محل خدمتشان. تنها دل مشغولیشان هم قمار بر سر 2 کاپک، فروشگاهی که از آن خرید می کنند و مواجب ماهیانهشان است. آنها هیچ بویی از آداب و رسوم روسی نبردند و حتی یک ترانه روسی را هم از بر نیستند. البته بجز لوچیناشکا، آن هم فقط به این دلیل که نوازندگان دورگرد آن را با ارگ‌های دستیشان می نوازند. اساساً 2 علامت اصلی و همیشگی هست که شما با آنها می توانید بیدرنگ یک روسی واقعی را از یک روس پتربورگی تشخیص بدهید. اول اینکه همه روس‌های پتربورگی بدون استثنا به جای اخبار پتربورگ همیشه میگویند اخبار آکادمیک. دومین علامت که آن هم به اندازه اولی مهم است، اینکه یک روس پتربورگی هرگز نمیگوید صبحانه، بلکه همیشه میگوید فرشتیک و به خصوص روی فری تاکید میکند. با این 2 نشانه اصلی شما همیشه می توانید آنها را از دیگران تشخیص دهید. در یک کلام، جماعتی هستند بسیار رام و مطیع، گونه‌ای که در 35 سال اخیر شکل گرفته است. اما آکیم پتروویچ به هیچ وجه احمق نبود. اگر ژنرال سوالی مناسب و در خور او می کرد، او هم جواب می داد و گفتگو را به خوبی پیش می برد. اما واقعاً شایسته نبود یک زیردست به سوالاتی از این قبیل پاسخ دهد. هرچند آکیم پتروویچ داشت از کنجکاوی می‌مرد که جزئیات بیشتری در باب نیات واقعی عالی جناب بداند. در این میان ایوان ایلیچ بیشتر و بیشتر غرق خیالاتش میشد و در گردابی از افکار تکراری فرو میرفت. با حواس پرتی، بیوقفه اما ذره ذره از جام شرابش می نوشید. آکیم پتروویچ هم بیدرنگ و با پشتکار جام او را لبریز می کرد. هر 2 ساکت بودند. ایوان ایلیچ نگاهی به رقصندگان انداخت و چیزی نگذشت که توجهش را جلب کردند و محو تماشایشان شد. ناگهان وضعی پیش آمد که حتی متعجبش کرد. رقص واقعاً شادی بود. خاصه اینکه همه با ساده دلی می رقصیدند. صرفاً برای اینکه شاد باشند و حتی شیطنت کنند. رقصندگان ماهر انگشت شمار بودند، اما رقصندگان ناشی همچنان پای می کوبیدند که می شد آنها را با رقصندگان ماهر اشتباه گرفت. بیش از همه افسر بود که به چشم می آمد. مخصوصاً بخش‌هایی از رقص را دوست داشت که باید تنها می ایستاد. انگار رقص سولو باشد. در این لحظات چنان خم می شد که انگشت به دهان می ماندی. مخصوصاً که اول مثل تیر چراغ برق سیخ می ایستاد و بعد ناگهان چنان تند و تیز به یک سو خم می شد که فکر می کردی همین حالاست که نقش زمین شود، اما بعد به همان سرعت و با همان زاویه تند به سمت مقابل خم می شد. چهره‌ای جدی به خود گرفته بود و یقین داشت که همگان را با رقصش متحیر می سازد. یکی دیگر از آقایان که پیش از کاردیل تا خرخره نوشیده بود، در دور دوم رقص کنار بانوی خود به خواب رفت و بانو مجبور شد تنها برقصد. دفتردار جوان که در هر 5 کاردیل آن شب در تمام دورهای رقص پا به پای بانوی شال آبی رقصیده بود، ظاهراً فقط یک چشم شیرین کاری بلد بود که آن را هم در هر فرصتی رو می کرد. موقع رقص کمی از هم رقصش عقب می ماند
بعد دنباله شال او را در دست می گرفت و در لحظه عوض شدن جای رقصنده ها به چابکی میان زمین و هوا 20 بوسه‌ای بر نوک شال آبی می نشاند و بانو هم وانمود می کرد اصلاً ملتفت چیزی نشده و همچنان جلوتر از او می خرامید. دانشجوی پزشکی واقعاً به قولش عمل کرد و رقصی تکی روی دستهایش اجرا کرد. با دیدن این صحنه جماعت پا به زمین کوبیدند، از فرط هیجان فریاد سر دادند و از سر لذت جیغ کشیدند. در یک کلام، لاقیدی و افسار گسیختگی به غایت خود رسیده بود. شراب در جان ایوان ایلیچ خوش نشسته و لبخندی بر لبانش نشانده بود، اما کم کم تردید تلخی به جانش خزید. البته که او هم بی قیدی و بی تکلفی را دوست داشت. حتی در آن لحظه‌ای که مهمانان با دیدنش عقب رفتند هم مشتاق این بی تکلفی بود و با جان و دل آرزویش را می کرد. اما حالا دیگر این بی تکلفی داشت از حد و مرز خارج می شد. مثلا یکی از بانوان که پیراهن مخمل آبی رنگ نخنمایی به تن داشت که دست چهارم آن را خریده بود، برای ششمین دور رقص دامنش را طوری بالا زده و سنجاق کرده بود که انگار تنوکه پوشیده است. این همان کلئوپاترا سیمونووا بود که به گفته همتای رقصش، همان دانشجوی پزشکی، جسارت هر کاری را به آدم میداد. به دانشجوی پزشکی که فقط میشد یک لقب داد: فوکین ثانی. یعنی چه؟ نه به آن موقع که عقب میرفتند، نه به حالا که انگار افسار پاره کردند. البته خیلی هم مهم نبود، اما این دگردیسی واقعاً عجیب بود و خبر از چیز دیگری میداد. انگار پاک فراموش کرده بودند که در این دنیا ایوان ایلیچی هم هست. البته طبیعتاً رقص که تمام شد، ایوان ایلیچ اولین کسی بود که قهقه سر داد و حتی این خطر را به جان خرید که کف بزند. آکیم پتروویچ از سر ادب و نزاکت همراه او قهقه زد. البته معلوم بود که خودش هم حسابی سر کیف آمده. بی آنکه ذره‌ای شک برده باشد، عالی جناب دارد کینه تازه‌ای را در قلبش می‌پرورد. وقتی دانشجوی از رقص فارغ شده از کنار ایوان ایلیچ می‌گذشت، او وظیفه خود دانست از رقصش تعریف کند. مرد جوان، شما بسیار خوب می‌رقصید. دانشجو یک باره به جانب او چرخید، شکلکی درآورد و صورتش را به شکل دور از ادب به صورت عالی جناب نزدیک کرد و از ته حلق صدای خروس درآورد. این یکی را دیگر واقعا نمیشد تحمل کرد. ایوان ایلیچ برافروخته از پشت میز بلند شد. با این همه رفتار دانشجو شلیک مهار ناپذیر خنده جماعت را در پی داشت، چون بانگ خروس به طرز شگفت آوری طبیعی بود و آن شکلک هم کاملا غافلگیر کننده. ایوان ایلیچ همچنان هاج و واج ایستاده بود که ناگهان سر و کله پسلدونیموف پیدا شد و تعظیم کنان او را به شام دعوت کرد. به دنبال او مادرش هم از راه رسید و تعظیم کنان گفت: عالی جناب، قربانتان بگردم، سفره فقیرانه ما را قابل بدانید و سرافرازمان کنید. من حقیقتا نمیدانم، آخر به این قصد نیامدم. من میخواستم کم کم رفع زحمت کنم. واقعا هم کلاهش را در دست گرفته بود. علاوه بر این، درست همان موقع در همان لحظه به خودش قول شرف داده بود که بلافاصله و به هر ترفندی که شده برود و به هیچ قیمتی حاضر به ماندن نشود. و البته ماند. لحظه‌ای بعد پیش قراول جماعتی شده بود
که به سمت میز شام می رفتند. پسلدونیموف و مادرش پیشا پیش او حرکت می کردند و راه را برایش می گشودند. او را در صدر مجلس نشاندند و دوباره یک بطری دست نخورده شامپاین جلویش گذاشتند. روی میز پر از مزه بود. ماهی شور و ودکا. دستش را دراز کرد و یک گیلاس بزرگ ودکا برای خودش ریخت و یک نفس سر کشید. پیش از این هرگز ودکا ننوشیده بود. احساس کرد از بالای کوهی به پایین می‌غلتد، پرواز می‌کند، پرواز می‌کند، پرواز می‌کند. احساس کرد باید بایستد، باید به چیزی چنگ بیاندازد، اما دستش به هیچ چیزی بند نمی‌شد. حقیقتاً وضعیت او لحظه به لحظه عجیب‌تر می‌شد. تازه انگار این یک جور نیشخند سرنوشت بود. فقط خدا می‌دانست در همین یک ساعت چه ها بر او گذشته است. وقتی پا به این مجلس گذاشت، به اصطلاح آغوشش را به روی تمام بشریت و تمامی زیردستانش گشوده بود و حالا یک ساعت نگذشته از ته قلب دردمندش میدانست و احساس میکرد از پسلدونیموف بیزار است، به او لعنت میفرستاد، همینطور به تازه عروسش و به مجلس عروسیش. بدتر از این که از نگاه و چهره پسلدونیموف هم آشکارا برمی آمد که از او نفرت دارد. در چشمانش فقط یک چیز خوانده می شد: ای کاش گورت را گم می کردی ملعون، خودت را به زور آویزان ما کرده ای. همه اینها را خیلی وقت پیش در نگاه او خوانده بود. البته ایوان ایلیچ حتی حالا که سر میز شام نشسته بود، اگر سر از تنش جدا می کردند هم حاضر نمی شد صادقانه اعتراف کند، چه پیش خود چه با صدای بلند، که به راستی ماجرا دقیقاً از این قرار است. آری، لحظه اعتراف هنوز فرا نرسیده بود. فعلاً هنوز تهمانده‌ای از تعادل اخلاقیش به جا مانده بود، اما قلبش سرشار از غم بود. تشنه آزادی بود، تشنه هوا، تشنه دمی آسودن. آخر ایوان ایلیچ زیادی آدم مهربان و خوشقلبی بود. او میدانست، خیلی خوب هم میدانست، خیلی خوب هم میدانست که باید مدتها پیش آنجا را ترک میکرد. آری، باید میرفت، نه صرفاً برای آنکه رفته باشد، بلکه برای نجات خودش. خوب میدانست که همه چیز ناگهان جور دیگری شده است. اوضاع اصلاً آنطور پیش نرفته بود که ساعاتی پیش ایستاده بر تخت بند پل در خیال بافته بود. یک تکه ماهی شور به دهان گذاشت و پیش خودش فکر کرد: واقعاً برای چه آمدم اینجا؟ آمدم که بخورم و بنوشم؟ حتی به جایی رسید که همه چیز را تکذیب کرد. لحظه‌ای در دلش کار خود را ریشخند کرد. کم کم حتی خودش هم نمی‌فهمید واقعاً برای چه آمده است. یعنی باید همانطور می‌گذاشت و می‌رفت، اما نمی‌شد سرش را پایین بیاندازد و برود و کارش را نیمه تمام بگذارد. مردم چه میگویند؟ میگویند طرف در شهر راه میافتد و به هر جای ناجور سرک میکشد. در واقع اگر کارم را به اتمام نرسانم بی راه هم نگفتند. مثلا همین فردا وقتی این موضوع همه جا پخش شود، استپان نیکیفوروویچ و سیمون ایوانوویچ در دفترهایشان نزد امثال شمبل و شوبین دربارم چه خواهند گفت؟ نه، پیش از رفتن همه باید بدانند چرا آمدم و هدف اخلاقیم چه بود. اما در این میان لحظه موعود فرا نمی رسید. او همچنان به افکار خود ادامه داد. حتی به من احترام هم نمی گذارند. اصلا به چه می خندن؟ آنقدر گستاخند که انگار بویی از احساس نبردند. بله، من از مدتها پیش زنین شده بودم که نسل جوان بی احساس است. باید به هر قیمتی شده بمانم و پایداری کنم. آن موقع داشتند می‌رقصیدند، اما حالا همه‌شان دور یک میز جمع شدند. می توانم شروع به حرف زدن کنم و از مسائل روز بگویم.
از اصلاحات، از اطلاع روسیه. هنوز هم می توانم آنها را مجذوب خود کنم. بله، شاید هنوز چیزی از دست نرفته باشد. شاید حقیقت همیشه به همین شکل رخ می نماید. فقط از کجا شروع کنم که توجهشان جلب شود؟ باید چه شیوهی در پیش بگیرم؟ پاک سردرگم شدم. کاملا سردرگم. و آنها دنبال چه هستند؟ آنها چه میخواهند؟ آن طرف دارند قشقش به چه چیزی میخندند؟ خدایا نکند دارند به من میخندند. اما من واقعا چه میخواهم؟ برای چه اینجا هستم؟ چرا نمیروم؟ اینجا ماندم که به چه چیزی برسم؟ این افکار در سرش میچرخید و شرمی عمیق و تحمل ناپذیر هر لحظه بیشتر بر قلبش چنگ میانداخت. اما همه اتفاقات به همین ترتیب پیش رفت. یکی پس از دیگری. درست 2 دقیقه بعد از آنکه پشت میز نشست، فکر وحشتناکی تمام وجودش را در بر گرفت. ناگهان احساس کرد به طرز وحشتناکی مست است. نه مثل قبل که کلش گرم بود، بلکه مست لایعقل. علت ودکایی بود که به دنبال شامپاین نوشیده و بلافاصله کارگر افتاده بود. با تمام وجود احساس می کرد دارد از هوش می رود. گردابی که در آن گرفتار شده بود هر دم وسیع‌تر می شد. اما هنوز عقل و هوشش سر جا بود و بر سرش فریاد می زد. بد است، خیلی بد است، حتی کاملا شرم‌آور. البته این افکار مستانه ناپایدار نمی توانست بر یک موضوع متمرکز شود. ناگهان وجودش به 2 پاره تقسیم شد، چنان که برای خودش نیز محسوس بود. در یک سو گرداب بود، تمنای پیروزی و از میان برداشتن موانع و یقینی پرشور به اینکه همچنان می تواند به هدفش دست یابد. اما در سوی دیگر دردی شکنجه آور در روحش بود و چیزی که مثل خور قلبش را می جوید. مردم چه می گویند؟ این ماجرا به کجا ختم می شود؟ طلوع آفتاب فردا با خود چه خواهد آورد؟ آه فردا، فردا. قبلا هم این احساس مبهم را داشت که در میان مهمانان دشمنانی دارد. با تردید عذاب آور اندیشید علتش این است که چند ساعت پیش هم مست بودم. چه وحشتی او را فرا گرفت وقتی با شواهدی انکارناپذیر یقین یافت که دور این میز دشمنانی دارد و دیگر جای هیچ شک و تردیدی هم نیست. با خودش فکر کرد آخر برای چه؟ برای چه؟ دور میز حدود 30 مهمان جای گرفته بودند. چند تایشان که دیگر پاک کله پا شده بودند. بقیه بی‌پروا و خبیثانه جیغ می‌کشیدند. به صدای بلند با هم حرف می‌زدند. نابهنگام و نابجا جامشان را بلند می‌کردند و سلامتی می‌گفتند و گلوله‌های خمیری نان به هم پرت می‌کردند. مردک جلنبری با کت پشت بلند شور زده به محض آنکه پشت میز نشست از روی صندلی افتاد و تا آخر شام همانجا روی زمین ماند. یکی دیگر میخواست هر طور شده روی میز بایستد و سلامتی بدهد، اما جناب افسر دنباله کت بلند او را گرفت و شوق بچگانه اش را فرو نشاند. شام آن شب با اینکه آشپز مخصوص یک ژنرال را استخدام کرده بودند، چیز عجیبی از آب درآمده بود و اصلاً به آن مجلس نمیخورد. ژله گوشت، زبان و سیب زمینی سرخ شده، کتلت و نخود سبز و بالاخره قاز بریان. گل سرسبد این سفره رنگین هم حریره بادام ژله‌ای بود. مشروب‌ها عبارت بودند از آبجو، ودکا و شری. یک بطری شامپاین اختصاصاً جلوی ژنرال بود که او را وادار می‌ساخت جام آکیم پتروویچ را هم پر کند. چون پیرمرد دیگر جرأت نمی‌کرد سر شام برای خودش مشروب بریزد. باقی مهمانان شراب گرجی و هرچه دم دستشان میرسید می نوشیدند. میز شام از تعداد زیادی میز تشکیل شده بود که آنها را کنار هم چیده بودند و در میانشان حتی یک میز 4 گوشه مخصوص ورق بازی با ماهوت سبز نیز دیده میشد. روی میزها را با تعداد زیادی رومیزی پوشانده بودند. از جمله
یک رومیزی با نقشه یاروسلاو. آقایان و خانم‌ها یک درمیان کنار هم نشسته بودند. مادر پسلدونیموف مدام مشغول تعارف و پذیرایی و سر و سامان دادن به کارها بود و لحظه‌ای نمی نشست. ناگهان سر و کله زن خبیثی پیدا شد که از سر شب کسی او را ندیده بود. پیراهن ابریشم قرمز رنگی تنش بود. دستمالی روی گونه‌اش بسته بود و کلاه بزرگی بر سر داشت. معلوم شد مادر عروس است که بالاخره حاضر شده برای شام از اتاق پشتی بیرون بیاید. تا حالا به سبب دشمنی کینه‌توزانه‌اش با مادر پسلدونیموف از اتاق بیرون نیامده بود. اما بگذارید بعداً در این باره صحبت کنیم. این خانم با قهر و غضب به ژنرال نگاه می‌کرد، حتی با استهزا و نیشخند، و آشکارا دلش نمی‌خواست به او معرفیش کنند. این شخص به نظر ایوان ایلیچ بی‌نهایت مشکوک رسید، اما جز او کسان دیگری هم مشکوک بودند و بی اختیار در او احساس ناامنی برمی‌انگیختند. حتی به نظر می رسید آنها مشغول دسیسه چینی هستند، آن هم شخصاً علیه ایوان ایلیچ. دست کم به نظر او چنین می آمد و در طول شام هرچه بیشتر در این باره یقین یافت. مخصوصاً مرد ریشویی بود که خباثتش بیش از همه به چشم می آمد. یکی از همین جماعت هنرمندان آزاد. او حتی چند باری به ایوان ایلیچ نگاه کرد، بعد رو به بغل دستیش کرد و چیزی زیر گوشش گفت. یکی دیگر از توطئه‌گران، جوانکی مست و پاتیل، بنابر نشانه‌هایی مشخص کاملا مشکوک به نظر می رسید. دانشجوی پزشکی هم پاک ناامیدش کرده بود. حتی به خود افسر هم نمیشد خیلی اعتماد کرد. اما در این میان نفرت و کینه نویسنده نیمسوز آشکارا توی چشم میزد. روی صندلی لم داده بود. حالتی بسیار پرنخوت به خود گرفته بود و با لاقیدی قهقه سر میداد. البته سایر مهمانان التفاتی به این نویسنده نداشتند که فکر میکرد چون 4 خط قافیه برای نیمسوز سرهم کرده دیگر لیبرالی تمام عیار است. حتی به نظر می رسید از او بدشان هم می آید. وقتی ناگهان یک گلوله خمیری کنار ایوان ایلیچ فرود آمد که آشکارا به سمت او نشانه گیری شده بود، حاضر بود قسم بخورد پرتاب کننده کسی نیست جز نویسنده نیمسوز. همه اینها طبیعتاً به شکل رقتباری بر او اثر می گذاشت. به خصوص یکی دیگر از مشاهداتش بسیار نامطبوع و زننده بود. ایوان ایلیچ کاملا اطمینان یافته بود که کم کم دارد کلمات را به شکل مبهمی و با دشواری ادا می کند. کلی حرف برای گفتن داشت اما زبانش در دهان نمی چرخید. بالاخره اینکه احساس کرد پاک خودش را فراموش کرد و مهمتر از همه اینکه بی مقدمه می خندد و قهقه سر می دهد بیان که چیز خنده‌داری در کار باشد. البته این وضع به سرعت برطرف شد. بعد از نوشیدن یک گیلاس شامپاین که ایوان ایلیچ برای خودش ریخته بود، اما ابداً قصد نوشیدنش را نداشت و خدا می‌داند چه شد که ناگهان آن را سر کشید. بعد از این گیلاس شامپاین کم مانده بود بزند زیر گریه. احساس می‌کرد دچار رقت قلب عجیب و غریبی شده است. عشق دوباره در وجودش بیدار شده بود. عشق به همه، حتی پسلدونیموف، حتی نویسنده نیمسوز. ناگهان دلش میخواست همه را در آغوش بگیرد، همه چیز را فراموش کند و ببخشد. حتی از این هم بیشتر، همه چیز را با صراحت به آنها بگوید. همه چیز. بگوید چه مرد مهربان و نیکوکاری است و چه توانایی‌های فوق‌العاده‌ای دارد. چقدر میتواند برای میهنش مفید باشد. چه استعدادی در سرگرم کردن و خنداندن خانم‌ها دارد. و مهمتر از همه این که هواخواه پیشرفت و ترقی است. بگوید چطور حاضر است با نوع و دوستی خود را در حد همه پایین بیاورد، حتی تا حد پست‌ترین طبقات، و سرانجام هم با صداقت تمام کل داستان را تعریف کند و برای همه بگوید با چه انگیزه‌ای بی دعوت به مهمانی پسلدونیموف آمده، 2 بطری شامپاین نوشیده و او را از حضور خود محظوظ کرده است.
حقیقت مقدس، مقدمه بر همه چیز. و صراحت و صداقت، من با صراحت و صداقت خود دل آنها را به دست می آورم. به وضوح می بینم که مرا باور خواهند کرد. حالا ظاهری خصمانه دارند، اما وقتی احوالات درونیم را برایشان فاش سازم، شیفته و مفتون من می شوند و قلبهاشان را تسخیر می کنم. آنها جامهایشان را پر خواهند کرد و هل کنان به سلامتیم خواهند نوشید. اطمینان دارم که افسر جام خود را با مهیزش خواهد شکست. چه کسی می‌داند، شاید فریاد هورایی هم بکشد. حتی اگر به رسم افسران سوار نظام بخواهد مرا روی دستهایش بالا بیاندازد، مقاومتی نخواهم کرد. حتی بدک هم نیست. پیشانی تازه عروس را خواهم بوسید. او دختر نازنینی است. آکیم پتروویچ هم آدم بسیار خوبی است. البته پسندونیموف هم بعدها درست خواهد شد. هنوز به اصطلاح ظرایف اشرافی ناآشناست. و البته گرچه این نسل جدید اساساً بویی از ظرافت روحی نبردند، اما من برایشان در باب اهمیت روسیه جدید در میان ممالک اروپایی خواهم گفت. بله، به مسئله دهقانان نیز اشاره خواهم کرد. و همه آنها به من عشق خواهند ورزید و من از این آزمون سربلند بیرون خواهم آمد. این رویاها مسلماً بسیار دلچسب و شیرین بودند، اما مسئله ناخوشایند این بود که در میان تمام این آرزوهای صورتی، ایوان ایلیچ ناگهان استعداد غیر منتظره دیگری را در خود کشف کرده بود. تف کردن. ناگهان آب دهانش فارغ از اراده او بیرون می پاشید. تف خود را دید که روی گونه آکیم پتروویچ فرود آمد. او همانطور نشسته بود و از سر نزاکت جرأت نمی کرد همان لحظه صورتش را پاک کند. ایوان ایلیچ دستمال سفره را برداشت و خودش آن را پاک کرد. اما این کار بلافاصله به نظرش بی‌معنی و مضحک آمد. چنان دور از عقل سلیم که سکوت کرد و در بهت و حیرت فرو رفت. آکیم پتروویچ گرچه مست بود، بی حرکت سر جایش نشسته و در بهت فرو رفته بود. ایوان ایلیچ تازه متوجه شد که تقریباً 1/4 ساعت است درباره موضوعی بسیار جالب برای او حرف میزند. اما آکیم پتروویچ موقع گوش دادن به حرفهای او نه تنها خجالت زده بلکه هراسان می نمود. پسلدونیموف که یک صندلی آن سوتر نشسته بود نیز مدام گردنش را به سوی او دراز می کرد و سرش را به پهلو خم کرده با چهره‌ای بسیار نامطبوع و در هم کشیده به حرفهای او گوش می کرد. انگار داشت پاسبانیش را می داد. ایوان ایلیچ نگاهی به مهمانان انداخت و دید بیشترشان صاف به او زل زدند و دارند می خندند. اما عجیبتر از همه این که این مسئله اصلاً خجالت زده‌اش نکرد. برعکس، جرعه‌ای دیگر از جامش نوشید و ناگهان طوری که همه بشنوند شروع کرد به حرف زدن. تا آنجا که میتوانست با صدای بلند گفت: داشتم آقایان، داشتم به آکیم پتروویچ میگفتم که روسیه، بله دقیقاً روسیه، فکر کنم میفهمید میخواهم چه بگویم. من عمیقاً باور دارم که روسیه تجربه نودوستی و انسانیت قوقولی قوقو. ایوان ایلیچ لحظه‌ای ساکت شد. پسلدونیموف روی صندلی بلند شد و دور و بر میز را نگاه کرد. کی فریاد زد؟ آکیم پتروویچ دزدکی سری تکان داد، انگار بخواهد مهمانان را ملامت کند. ایوان ایلیچ حواسش به آکیم پتروویچ بود، اما با رنج و عذاب جلوی زبانش را گرفت. بعد با لجاجت و سرسختی ادامه داد:
انسان دوستی. همین چند ساعت پیش داشتم به استپان نیکیفوروویچ میگفتم که بله که همه چیز به اصطلاح باید از نو ساخته شود. از آن سوی میز صدای بلندی برخاست: عالی جناب! ایوان ایلیچ که حرفش را قطع کرده بودند در جستجوی صاحب صدا سرک کشید و پرسید: چه فرمایشی دارید؟ دوباره همان صدا شنیده شد: دقیقاً هیچ، عالی جناب. لحظه اختیار از کف دادم. خواهش میکنم ادامه بدهید. ادامه. ایوان ایلیچ بر خود لرزید. تجدید و مرمت چیزهایی که گفتم. دوباره صدا فریاد زد: عالی جناب! چه میخواهید؟ درود بر شما! این بار ایوان ایلیچ از کوره در رفت. حرفش را ناتمام گذاشت و رو کرد به جانب شخص توهینگری که نظم را به هم زده بود. پسری بود بسیار جوان، سیاه مست و به شدت مشکوک. از مدتی پیش مدام نعره میزد و یک لیوان و 2 بشقاب را هم شکسته بود، چون اصرار داشت این در مجالس عروسی رسم است. درست همان لحظه‌ای که ایوان ایلیچ رو به او کرد، افسر با شدت شروع کرد به توبیخ پسرک هوچی. چه مرگت شده؟ چرا عربده میکشی؟ مثل اینکه دلت میخواهد از اینجا بیاندازمت بیرون. پسرک که دست از شیطنت بر نداشته بود، همانطور لم داده به صندلیاش داد زد: منظورم شما نبودید عالی جناب، منظورم شما نبودید. خواهش میکنم ادامه بدهید. من سراپا گوشم و خیلی از شما راضی. قابل تحسین است، قابل تحسین. پسلدونیموف نجوا کنان در گوش ایوان ایلیچ گفت: پسرک مست است. خودم هم میبینم که مست است، اما افسر شروع کرد به حرف زدن. عالی جناب، راستش داشتم یک حکایت بامزه برایش تعریف میکردم درباره یکی از ستوانهای گروه خودمان که دقیقاً همینطوری با فرماندهمان حرف میزد. این بچه حالا دارد ادای او را در میآورد. ستوان بعد از هر کلمه‌ای که از دهان فرماندهمان در میآمد میگفت: قابل تحسین است، قابل تحسین. 10 سال پیش او را بابت این کارش از خدمت معاف کردند. آن وقت این ستوان که بود؟ در گروه ما بود عالی جناب. آنقدر تحسین و تمجید کرد که دیوانه شد. اول با ملایمت و تدبیر نصیحتش کردند، بعد بازداشت شد. فرمانده پدرانه ملامتش کرد، اما او در جواب فرمانده فقط میگفت: قابل تحسین است، قابل تحسین. ماجرای عجیبی بود. افسر شجاعی بود و 2 متری هم قد داشت. اول میخواستند محاکمه‌اش کنند، اما دیدند پاک دیوانه است. یعنی منظورتان این است که این پسرک فقط دارد شیطنت میکند؟ پس میشود خیلی هم به او سخت نگرفت. من حاضرم او را ببخشم. شواهد و مدارک پزشکی داشتند عالی جناب. چطوری؟ کالبد شکافی کرده بودند؟ اختیار دارید قربان، او هنوز کاملا زنده بود. مهمانان که تا به حال وقار و نزاکتشان را حفظ کرده بودند، اختیار از کف دادند و زدند زیر خنده. ایوان ایلیچ سخت غضبناک شد. فریادی کشید و حتی لحظه‌ای بدون لکنت و منمن کردن گفت: آقایان، من خودم خوب میدانم که آدم زنده را کالبد شکافی نمی کنند. منتها خیال کردم این جنون به مرگش منتهی شده. یعنی اینکه مرده بوده. میخواهم بگویم شما مرا دوست ندارید، اما من به همه شما عشق می‌ورزم. بله، و پورفری را هم دوست دارم. من دارم با این حرفها خودم را خوار و ذلیل میکنم. درست در همین لحظه یک تف خیلی گنده از دهان ایوان ایلیچ بیرون پرید و روی رومیزی پاشید. درست جایی که همه میتوانستند آن را ببینند. پسلدونیموف خیز برداشت تا با دستمال سفره آن را پاک کند. این آخرین بدبیاری کاملا ایوان ایلیچ را در هم شکست. با ناامیدی فریاد زد: آقایان، دیگر شورش را در آورده اید.
پسلدونیموف دوباره در گوشش زمزمه کرد: عالی جناب، طرف مست است. پوریفیری، میبینم شما هم، اصلا همه تان. بله، میگویم که امیدوارم. بله، از شما میپرسم من چطور خودم را اینقدر خار و خفیف کردم؟ کم مانده بود بزند زیر گریه. عالی جناب، عفو بفرمایید. پورفیری، از تو میپرسم، تو بگو، اگر من به اینجا آمدم، بله به این عروسی، لابد هدفی داشتم. میخواستم اخلاقیات را ترویج کنم، میخواستم احساساتتان را بیدار کنم. روی سخنم با همه شماست. آیا من در چشم شما کاملا خار و خفیف شدم؟ سکوتی مرگبار. مسئله دقیقاً همین بود که سکوتی مرگبار حکم فرما بود. آن هم در پاسخ به چنین سوالی چنین قاطع. فکری به سرعت از سر عالی جناب گذشت. چرا در چنین لحظه‌ای دست کم فریاد نمی‌کشند؟ اما مهمانان فقط نگاه‌هایی رد و بدل می‌کردند. آکیم پتروویچ نشسته بود نیمه جان. پسلدونیموف نیز از شدت ترس کرخت شده بود و مدام پیش خودش سوالی وحشتناک را تکرار می‌کرد که از سر شب در ذهنش رخنه کرده بود. فردا بابت این قائله چه به سرم خواهد آمد؟ ناگهان نویسنده نیمسوز که به شدت مست بود و تا کنون عبوس و ساکت گوشه‌ای نشسته بود، مستقیما رو کرد به ایوان ایلیچ و با چشمانی که می درخشیدند شروع کرد به جواب دادن از طرف جمع. با صدایی بلند و رسا فریاد زد: بله قربان، شما خودتان را خار و خفیف کردید. بله، شما واپسگرا هستید، واپسگرا. ایوان ایلیچ دوباره از جای خود جهید و با خشم و غضب فریاد زد: عقلت کجا رفته مرد جوان؟ انگار حواست نیست داری با چه کسی صحبت میکنی. با شما، ضمناً من جوان نیستم. شما به اینجا آمده اید که خودی نشان دهید و محبوبیتی کسب کنید. ایوان ایلیچ فریاد زد: پسلدونیموف، این چه وضعی است؟ اما پسلدونیموف را چنان وحشتی فرا گرفته بود که مثل تیر چراغ برق ایستاده و خشکش زده بود و به هیچ وجه نمیدانست چه کار باید بکند. مهمانان هم خشکشان زده بود. هنرمند آزاد و پسرک مست کف می‌زدند و فریاد می‌کشیدند: براوو، براوو! نویسنده همچنان با خشم و غضبی مهار ناپذیر فریاد می‌زد: بله، شما آمده اید تا انسان دوستیتان را به رخ بکشید. شما جشن و شادی همه را برهم زدید. پیاله پیاله شراب نوشیدید و حتی لحظه ای هم فکر نکردید این شامپاین برای کارمندی با ماهی 10 روبل مواجب چقدر گران تمام می شود. به گمانم شما از آن دست مافوق‌هایی هستید که برای زنان زیر دستان خود دندان تیز می کنند. تازه مطمئنم که رشوه بگیر هم هستید. بله. ایوان ایلیچ دستهایش را به سوی پسلدونیموف دراز کرد و فریاد کشید: پسلدونیموف. احساس می کرد هر کلمه نویسنده مثل خنجری بر قلبش می نشیند. پسلدونیموف با شور و حرارت فریاد کشید: صبر کنید عالی جناب، تو را به خدا خودتان را ناراحت نکنید. بعد به سوی نویسنده جهید، یقه‌اش را گرفت و او را از پشت میز بلند کرد. اصلاً به پسلدونیموف لاغر مردنی نمی آمد که چنین زور بازویی داشته باشد. اما خب نویسنده حسابی مست بود و پسلدونیموف کاملاً هوشیار. پسلدونیموف چند بار محکم به پشت نویسنده کوبید و او را به طرف در هل داد. نویسنده فریاد زد: یک مش آدم رذل، همین فردا در نیمسوز مضحکه خاص و عامتان میکنم. همه از جای خود پریدند. پسلدونیموف، مادرش و چند نفر از مهمانان دور ژنرال حلقه زدند. عالی جناب، آرامش خودتان را حفظ کنید، عالی جناب. ژنرال فریاد کشید: نه، من نابود شدم. به اینجا آمده بودم تا میخواستم به اصطلاح منجی باشم و رستاخیزی به پا کنم، اما حالا ببین نتیجه کارم چه شد.
روی صندلی افتاد، انگار از هوش رفته باشد. بعد هر دو دستش را روی میز گذاشت و سرش را روی آنها خم کرد. درست توی یک بشقاب بلامانژه، لازم نیست بگوییم چه هراسی همگان را در بر گرفته بود. لحظه‌ای بعد انگار به قصد ترک مجلس از جا برخاست، اما تلو تلو خورد، پایش به پایه صندلی گرفت، نقش زمین شد و بلافاصله صدای خر و پفش بلند شد. این اتفاق برای کسانی می افتد که عادت به نوشیدن ندارند و یک باره به افراط می نوشند. تا دم آخر، تا آخرین لحظه هوشیار می مانند و بعد ناگهان مثل کسی که ضربه سختی خورده باشد از پا می افتند. ایوان ایلیچ روی زمین خوابیده و کاملا از هوش رفته بود. پسلدونیموف موهای خود را چنگ زده و در همین حالت خشکش زده بود. مهمانان با عجله پراکنده شدند. هر کس روایت خود را از ماوقع ارائه می‌داد. ساعت حدود 3 صبح بود. مسئله اصلی این بود که فارغ از این شرایط ناگوار، موقعیت پسلدونیموف به مراتب بسیار بدتر از چیزی بود که میشد تصور کرد. خواننده عزیز، اجازه بدهید در این حال که ایوان ایلیچ دراز به دراز روی زمین خوابیده و پسلدونیموف درمانده و به موی خود چنگ زده بالای سر او ایستاده، روایتمان را کوتاه زمانی قطع کنیم و چند کلمه‌ای درباره خود پورفیری پتروویچ پسلدونیموف توضیح بدهیم.